سلام و خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار راجع به گوشی جدید نافینگ یعنی نافینگ فون 3 زشت در این گوشی سار صحبت کنیم. تا الان تا همین 2-3 روز پیش نافینگ خوشگل ترین گوشی ها رو داشت به جز سری ای و پروش، ولی خب دیگه ریده دیگه نمیشه کاری کرد. خب با اطلاعات طراحی شروع میکنیم که قاعدتا اولین پارتی رو از طرف یه گوشی میبینید 160 میلیمتر در 75 میلیمتر در 8 میلیمتر، 8 میلیمتر ضخامت، 75 میلیمتر عرض و 160 میلیمتر طول، 218 گرم وزن. شیشه گوریلا گلاس ویکتوس از پشت گوشی محافظت میکنه، گوریلا گلاس 7 آی از جلوی گوشی. جنس فریم ما توی این گوشی فلز آلومینیومه، رنگ تو دو رنگ مشکی و سفید هم عرضه میشه که عکساشون رو داره قاعدتا میبینید با فوتیجاشو. یه نمایشگر 6.67 اینچی داره، اولد 120 هرتز، آیفون های نورمال 60 هرتزن. تو همه ویدیو فکر کنم گفتم که دارم راجع به این گوشی حرف میزنم. 2800 پیکسل در 1260 پیکسل، 460 پیکسل در هر اینچ تراکم پیکسلیه، حداقل نور روشنایی 800 نیت و حداکثرش 4500 HDR10 پلاسه. 1 میلیارد رنگ، عمق رنگ 10 بیت و نرخ پاسخگویی گوشی به لمس شما 1000 هرتز. حساسیتش چی بهش میگن؟ تراشه اسنپدراگون 8S نسل 4 روشه، فرآیند ساخت 4 نانومتری هش هسته، پردازنده گرافیکی آدرینو 825، کوالکوم هگزاگون NPU پردازنده هوش مصنوعیشه، 256/12 کانفیگ های حافظش و 512 گیگ 16 دو رم 12/16 و 256 512 داره. 256 واقعا با استاندارد هر گوشی باشه واقعا اذیت میکنه، کمتر از 256 120 همینطور 64 همینطور. اینکه 512 گیگه همیشه پره، لپتاپم که 512 همیشه پره واقعا. الان میبینم چند، البته درایو سیم همیشه پره، اینم بگم. دوربین پشت گوشی واید همون استاندارد، اولترا واید و تلفوتو پریوسکوپی. واید اصلیش 50 مگاپیکسل 24 میلیمتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال و با اف 1.68 سایز سنسورش حدوداً 1.1 اینچه. اولترا واید 50 مگاپیکسلی داره، 114 درجه پوشششه، 1.2 اینچ سایز سنسورشه تقریبا و 0.64 میکرومتر سایز پیکسلشه. افش هم 2.2، تلفوتو 50 مگاپیکسل، پریوسکوپی، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی 3 برابری، سایز سنسور 1.2 تقریبا، افش هم 2.68. فیلم برداری با دوربین عقبش 4K 60 فریم و 1080 تا حداکثر 240 فریمه. لرزشگیر اپتیکال و این نانرام داره، دیجیتال اپتیکال رو داره، دوربین سلفیش 50، همه دوربیناش 50. لنز واید 1.2 تقریبا اینچ سایز سنسورش و افش هم 2.2. حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی هم 4K و 1080 60 فیلم میگیره. ظرفیت باتریش 5150، سیلیکون کربن 65 وات شارژ حداکثرشه، شارژ بی سیم و فست شارژ هم داره، حداکثر توان شارژ بی سیمش 15 واته، خوبه. کویک شارژ 4، پاور دلیوری 3، PPS UFC و شارژ معکوس با سیم 7.5 وات، شارژ معکوس بی سیم 5 وات. توی هندم 5500 میلی آمپر ساعت باتریشه. تو جعبش شارژری وجود نداره، باید جداگانه بخرید و تایپ سی نسل 2 داره. اسپیکرش استریو، جک 3.5 نداره دیگه، جک 3.5 داره حذف میشه.
اثر انگشت زیر صفحه نمایشگر، حسگر شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب‌نما، نور محیط هم داره. وای فای 7، وای فای دایرکت و وای فای هات اسپات هم داره. بلوتوث 6، هات اسپات و دایرکت همه گوشی‌ها دارن. بلوتوث 6 و 5G هم داره. 2 سیم کارت نانو میخوره و ای سیم هم ساپورت میکنه. از با و ای اون چراغای پشتش حذف شدن و به جاش یه نمایشگر کوچیک اومده بالای صفحه، بهش میگن گلیک میتریکس. همیشه میتونید بذارید مثلا سنگ کاغذ قیچی کی با پشت گوشیش میشینه سنگ کاغذ قیچی بازی میکنه، یا کی با پشت گوشیش میشینه چیز جرأت حقیقت بازی میکنه بطری بچرخونن. چرا 25x25 و مثلا میتونید روش متن بذارید، ساعت نشون میده، کنترومتر، تایمر، این همین بطری ها که گفتم، و ازش میشه فلاش دوربین و تایمر دوربین و حتی یه سری افکت خاص هم داره واسه پشتش. خیلی خوشگله ولی خوشگل نیست، خوشگل غیر کارآمده، میدونی اذیت میکنه. و آره این از این. قابلیت های نرم افزاری نافینگ هم داره که مثلا یه اسنشیال اسپیس داره که میبینیدشون همینطور روی صفحه، میذارمشون براتون. یه کلی قابلیت داره همین پشتش، میذارمش براتون که باید تا الان گذاشته باشمش. حدوداً 1 اینچه و روش میشه مثلا برای فلان مخاطبت فلان انیمیشن رو میذاری، مثلا پیام بده میفهمی مثلا علیه ولی خب نمیدونی چی گفته و بچرخونی حتما که برسی به گوشی. مثلا واسه نسخه های قبلیش میتونستی بزنی که مثلا از فلان نفر پیام داشتم فلان چراغا روشن میشن، فلان پترن رو میزدم براش، ولی اینو تنها همین که الان اینجا بهش گفتم. یه نمایشگر تک رنگه، رنگی هم نیست. مثلا بخواید باهاش سلفی بگیرید میتونید از دوربین قبل استفاده کنید مثل گوشی های زد فلیپ سامسونگ که از مانیتور، ولی این نه، یه مانیتور تک رنگی که فقط یک سری تیکه‌هاش روشن‌تر، سری تیکه‌هاش تاریک‌تر و یه سری اطلاعات دیگر رو هم بهتون نشون میده که به نظر من غیر کارآمده. زمانش که قیمتی که خود نافینگ به ما داده 800 یوروه که یورو چقدر؟ تتر 88 تومن، طلا 7 تومن، سکه امامی 82 میلیون، ربع سکه 26 میلیون، دلار 90 تومن، یورو 106 تومن. 106 هزار تومن ضرب در 800 یورو 84 میلیون ناقابل پوله، تقریبا یه 16 نرماله. تاریخ معرفیش 2 جولای بود که تو آینده نزدیکم به زودی میاد 15 جولای. سیستم عاملش اندروید 15 ببخشید نافینگ OS 3.5 سوار بر اندروید 15 میاد و با منتظرش باشیم ببینیم توی پرفورمنسش که قاعدتا 16 گیگ و این 16 گیگ رمه. چرا باید یه گوشی 16 گیگ رم داشته باشه؟ باش چی کار میخوای کنی؟ مثلا میخوای باش فلان فیلم رو رندر بگیری؟ نه، ما نمیدونم چرا باید یه گوشی 16 گیگ رم داشته باشه. حالا من این گوشیم ردمی نوت 10 چند گیگ رم داره؟ 4 گیگ رم داره. آیفونش 16 پرو فکر کنم 8 گیگ رم داره، برای نه 16 نرمال 8 گیگه با آیفون 16 پرو نمیدونم چند گیگ رمه که واقعا زیاده برای یه گوشی. مثلا میخوای با یه گوشی چیکار کنی؟ باهاش ما یه زنگ بزنی، یه اینستا بگیری، یه پیام. یه سری اصلا واقعا هاردکور گیمرن با گوشی، اونا واقعا نیازشون میشه، ولی منی که با گوشیم یه اینستا میرم، یه تلگرام میرم، الان مثلا دارم با گوشیم فیلم میگیرم و اینا، زیاد کارآمد نیست. برای استفاده روزمره خیلی قویه، بیش از حد قویه. آره همه اطلاعاتشو گفتم، اینم هست. یه چراغ ریز قرمزی داره ریکوردینگه. مثلا داری میخوای صدا ضبط کنی، شروع میکنیم به چشمک زدن قرمز که به افرادی که اون محیط هستن یا به خودت حتی اطلاع میده که یه لحظه ریدم بخورم،
داری صدا ضبط میکنی، مثلا تو جلسه نشستی شروع کردی به ضبط کردن صدا، نمیخوای گوشیتو برگردونی ببینی، همونجا یه نگاهی میکنی که توی نافینگ فون 3A هم بود، 2A رو نمیدونم ولی رو 3A دیدمش من اینو. و یا داری فیلم میگیری، بالاخره حریم شخصی دیگه، مثلا مثل همون ریبن متا که شروع میکنی باش فیلم گرفتن، چراغش روشن میشه، این هم همونه تقریبا. این هم از این گفتم. صدا ریسرچ اسکر اصلا گفت زیر صفحه آها، یه قابلیت خیلی باحالی که داره این گلیف میتریکس یا همون نمایشگر پشت صفحه، سولار کلاکه. یه طوره یه دایره یه صفحه وایسا بهتون توضیح میدم. اون مانیتوره ریز اون پشت دو تیکه میشه، یه تیکش سفیده یه تیکش آبیه. بعد وقتی بر تو یه دایره دور تا دور میچرخه، اون خورشیده، سیاه باشه شب، سفید باشه روزه. قاعدتا آسمونا میتونید نگاه کنید. ساعت نشون میده، مثل این دواتل اینا رو گفتم. آها، باتری رو میتونید باش ببینید، میتونید باش استاپ واچ یا کرونومتر بذارید. و یه سری تجربه ریز داره که مثلا اگه API بدن به اون افرادی که دیولوپرها، واقعا خیلی خوب میشه. و هم یه دکمه داره پشت گوشی گلیف میتریکس که میتونید باش کنترلش کنید، هم میتونید دستای نرم افزار عوضش کنید. دکمه ها رو باید نگه دارید که این عوض بشه. و آره همینا، خاصی نمونده از قدم. اسنشیال اسپیس رو گفتم، آره گفتم اونو. و آره همین بود. ویدیوهای بعدیمون که میشه معرفی گوشی، احتمالاً سری زد فیلیپ فولد جدیده و بینشون هم احتمالاً یه ویدیو داشته باشیم، مثلا بخوام شاید راجبه یا آیفون 13 شروع کنم حرف زدن یا اینجور چیزا که تجربیات خودم تو این چند وقتی که آیفون 13 استفاده کردم بگم، که بگم ارزش داره یا نه که نداره. اگه میخواید بخرید نرید سراغ 13، 14 هم نخرید. 14 نورمال پرو خوبه، 14 نورمال خوب نیست. 15 نورمال، 14 نورمال کی میخره؟ اگه دارید بدید، خوشحال میشم بدونم کی 14 نورمال، ولی کمتر کسی از 14 نورمال استفاده میکنه. اوکی، این بود از این ویدیو. خیلی حرف زدم. صبح الان ساعت یک، عجیبه یک همه خوابن. اوکی، این بود از این ویدیو. خوشحال شدم که ویدیو تا اینجا دیدید. و آره ویدیو بعدی الان گفتم. و تا ویدیو بعدی، بدرود.